خب آقا، اگر خودتون تو زندگیتون راحت، مخصوصا تو مواقعی که یه تصمیمای حیاتی میخواد اتخاذ کنید، راحتید، فکر نکنید همه مثل شما هم. بعضی واقعا گرفتن تصمیمات مهم و ضروری، مخصوصا این وقتی یه مقداری حالت اورژانسی داره، واقعا گیر میکنن. حالا یعنی بهش چی میگم؟ اگر یه زمانی مثلا طرف مقابلتون میبینید مخصوصا وقتی که یه کار اشتباهی انجام داده، حالا یا شما توقع عذرخواهی ازش دارید، یه جوری از دلتون دراره، یا ندارید، این زیاد مهم نیست. مهم که هست، ولی خب میگیم حالا نیست. مثلا شما گذشتید، خوبه، باز میبینید طرف این دست و دست میکنن، دل میکنن، حق بدید بهش. واقعا بعضی سختشونه، مخصوصا وقتی متوجه میشه که خودش خطاکاره. شما کوتاه بیایید، یا اگر خودتون به این شکلید میترسید برید جلو، میبینی خطا کردی، میترسی، اجرایی هم نداری بهش اطلاع بدی، اینه میخوای چه کار کنی؟ سخته بالاخره. یه میونجی باید پیدا شه بالاخره، که وسط قرار باید تا براتون کار انجام بده. حالا امشب واسم در موردش چی صحبت کنم؟ اگر اشخاصی که همسن سال ما هم اینو بهتر متوجه میشن، ما اگر ما خواستیم با یه شخصی وارد رابطه بشیم و به قول معروف تصمیم میگرفتیم که حالا عنوان مثلا همسر خودمون انتخابش میکردیم، اگر اولین جلسه‌ای که مثلا به قولی جدیدا میگن دیت بهش میگن، چی میگن، اولین قراری که باش میذارن، الان زمان ما که بیشتر خانواده ها تصمیم میگرفتن، حالا از باز قبل از ما، اگر ما همون تو جلسه اول به طرف مقابلمون قول ازدواج نمیدادیم، مرد به زنها، یعنی انگار که داشتیم بزرگترین توهین بهش میکردیم.